در کل شورا رئیس ولایت خطلون محترم حکیمزاده قربان، رئیس شهر بختر، معاونان رئیس شهر، رهبران یک قطار تشکیلات ولایتی، کارخانه و اداره‌ها، دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی و تعلیم تا مکتبی، تندرستی، حفظ حقوق و ترتیبات، رئیسان محله‌ها، امام خطیبان و فعالان شهر بختر شرکت داشتند. ضمن همایش سه مسئله مورد بررسی قرار گرفت. از روی مسئله یکم سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر بختر ایسازاده برآمد کرده گفت که دوام سال جاری در شهر 239 جنایت به قید گرفته شده است. سنجش‌ها نشان دادند که بیشتر آنها را دزدی، قلابی و اوباشی تشکیل می‌دهند. رخ دادن صدمه‌های نقلیاتی در راه‌های شهر هنوز هم تشویش‌آور باقی می‌ماند، زیرا اکثر این صدمه‌ها با عیب رانندگان صورت می‌گیرند که از ندانستن قاعده‌های حرکت در راه و نرسیدن تجربه کافی میباشد. جنایتکاری در بین نابالغان کم گردیده باشد هم، ولی شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های ارتجاعی هنوز هم به قید گرفته می‌شوند. در نتیجه فعالیت متشکلانه کارمندان این نهاد، قانون‌شکنی‌ها از جمله خطر هر گونه عمل‌های نامطلوب پیشگیری یافته، صادر گردیدن کردارهای کورپسیونی کاهش یافته است. رئیس ولایت محترم حکیمزاده قربان اوید مسئله‌های تشویش‌آور ساحه، شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های ارتجاعی، برگردانیدن جوانان از خارج کشور، سبب زیاد شدن جنایت‌های اقتصادی و دیگر مسائل حل طلب را پرسان گردید. مدیر بخش کار با زنان و اولای مقامات اجرایی شهر ضمن سخنرانی گفت که زنان و مادران شهر بختر در تمام ساحات خواجگی خلق اشتراک فعالانه داشته، همزمان در تعلیم و تربیت فرزندان نقشی بارز دارند. امروزها بیشتر زنان در ساحه‌های معارف و تندرستی، کشاورزی و خدمت‌رسانی بانکی فعالیت پرثمر می‌کنند. لیکن در حیات زنان وا میخورند ظهورات نامطلوبی که آنها را صرف نظر کردن ناممکن است، از جمله پوشیدن سر و لباس بیگانه، پاشخوری عائله‌ها، به جنایت دست زدن زنان و دیگر عمل‌های نامطلوب میباشند که کاری دست جمعانه را طلب می‌نمایند. رئیس ولایت شماره زنان قابل مهنت را پرسان گردید که چقدر زنان امروز بیکارند و شماره به شغل فرا گرفتن زنان، مانع شدن 4 نفر والدین به خواندن دختران، سهم زنان در توسعه آزاده کردن محیط زیست، زورآوری در عائله و دیگر مسائل حل طلب وابسته به زندگی روزگار زنان و مادران شهر که مسئولین پاسخ گفتن نتوانستند. در برآمد رهبریت مرکز سانیتری اپیدمیولوژی شهر نیز کمبودی نارسایی‌های زیادی آشکار گردید که رئیس ولایت در سمت برطرف کردن آنها دستور و سپارش‌های مشخص داد. بخصوص در سمت پیشگیری بیماری‌های سیرویتی ویچ سپید و بیماری سیل، از معاملات گرفتن مال و مواد مهلتشان گذشته، با توبت فرا گرفتن بیماران نشمن و غیره. سپس رئیس ولایت محترم حکیمزاده قربان برآمد کرده درباره غمخوری‌های دولت و حکومت تاجیکستان، خاصه سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و دستور سپارش‌های پرزیدنت کشور اندیشه بیان کرده، تاکید داشت که ما باید در همه بخش‌های خواجگی خلق به مردم خدمت خالصانه رسانیم. در کارهای آبادانی سازندگی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، چراغان کردن کوچه و محل‌ها، گلگشت و خیابان‌ها و نزد اداره و تشکیلات، شینانیدن گل و گلبوته‌ها، با کار فرا گرفتن زنان، پیشگیری یک قطار بیماری‌ها سهم خود را گذاریم. وابسته به اجرای این مسئله ها رئیس ولایت اظهار نگرانی کرده به رهبریت شهر و اداره کارخانه‌ها به فعالان شهر برای برطرف کردن کمبودی و نارسایی‌های جای داشته و اجرای سری وقتی آنها دستور و سپارش‌های قطعی داد. گلیزار حسن و دلیر شریپов، جمشید قربانov، اخبار شهر بختر.